سلام، به برنامه بلال در نما خوش آمدید. اوضاع باز هم در افغانستان رو به وخیم شدن است و به طرف وخیمتر شدن هم روان است. یعنی هر چه شما میرید سرپایی نیست. چیزی به نام سربالایی یا انکشاف، پیشرفت، ترقی وجود نداره. فقط دستور باید اجرا شود. در تازه ترین دستورم رهبر طالبان به پرسونل خودش دستور داده که تمام موبایل هایی که هوشمند هستن را بشکنه. طالبان می دستور اجرا کرده. یکی از اینها میگیره موبایل خودم میشکنه، ولی دیگرش با دیگه موبایل فیلم برداری میکنه. بعد همین آدم او را گرفته در شبکه‌های اجتماعی خود گذاشته. فکر میکنم مردم شما به رضای خدایی کار کردی. چطوری ویدیو را آپلود کردی؟ با کف دستت؟ یا فیلم برداری با چی کردی؟ با چشمایت؟ نمیشه دیگه بازی داد، نه؟ تلفن قیمتی که کردم تلفنی به خاطر ریا و کام شرط طلبی را میکارو نمیگیرم. این ضرورت در ریا را نداره. به خاطر رضای الله تلفن این همیشه میشکنم. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. آیفونه؟ دیگه تلفن ها را مگه فند فریب باشه همیش فریب فهم نیست. ریارم بر ریارم ضرورت ندارم. خلاص. هر منطقی که در افغانستان از فرهنگ‌های مختلف مردم دارن، نه و لباس پوشیدنشان، گپ زدنشان، نشستن، خیستن، غذا پختن، هر کارشون متفاوت است نسبت به یکی دیگرش. بسیار کم پیدا میشه که دو تا ولایت همجوار هم شبیه هم باشه. مثلا در نیمروز مردم لباس‌های کلان میپوشن، یعنی پیران‌های کوتاه، تنبان‌های کلان کلان. طالبا همین را گفتین این اسراف اضافه است، باید در بگیره. این را گرفتین به دستور رهبرشان آتش زدین. تنبان مردم. آقای محترمی لنگوتی که در سرت است 4 کیلو وزنش است، 4 مترم حجم ازی است، یا 4 متر درازی ازی تک است. ایره بیرین بعد چند تا طفل لباس جور کنین که در روی سرک گرسنه مونده در کنار ازی که سر شما رو سرتگاو میکنه، هر دقیقه باید کج و پلیچ کنین. خب به خاطر فرهنگت است یا سیستم زندگیتون اونطوری جور کردی. از خودم میپذیرین، از دیگران نمیپذیرین. سلیقه های جدیدی که یک پاچه 1012 متر 8 متر دیگه برای ملت برای وطندارا چندین بار یادآوری کردیم که نکنین خوب نیست. در چک پوینت ایستاد کردیم برشان لباسشون رو تبدیل کردیم، اما با استفاده از همین خوبی های ما دوباره اینا رفتن و دوباره برگشت کردن، دوباره گپ ما را که نشنیدن مجبور به این شدیم که به خاطر اصلاحات از اینا دست به این بزنیم که تا ای که هر لباسی که پاچه 1000 که 6 متر 8 متر باشه دیگه بسوزنیمش تا ای که دیگراش باقی مانده شده اصلاح کنن. اگر اصلاح نکنن مجبور باز یگان راه دیگر را بسنجیم. توکل به خدا میقدر گپ از کدام گپ خاصی نیست. خودش هر چی کد که نزدیک به طالب بسازه این طرف زد، تو طرف نشد. آخر گرفتن از پس گردنش بندیش کرد، رفت پشت کارش. نه سلطان زوی برازی شد، نه غنی شد، نه عبدالله و نه طالبا. این حالا باید عبدالله را واسطه کنن که اگر آزاد شد. تعجب که زن حکومت کنه، زن ای از غیرت هم خلاف است که زن در بالای مرد حکومت کنه. ای از غیرت خلاف است که زن آمر جنایی باشه. ای از غیرت خلاف است که زن سارنوال باشه. ای از غیرت خلاف است که زن قاضی باشه. مرد بگویه پش بشی پس بشی برو بندیش کنه. ای از غیرت خلاف است. هم رقم آنابایی که همین گپا را میزنه یک کس دیگه است، فقط زبانش فرق داره. یعنی هر دوش یک دید اشتباه را دارن، یک گپ اشتباه را هر دوتایش میزنن نادرست که طالبان به او باور دارن، اما آنابه بندی میکنن، ایره بندی نمیکنن. فقط یک تفاوت است بینشان، کو زبانش هم رنگ از این است یا هم رقم از این است. د ښځو حقوق ضایع کړه. د ښځو حقوق د ښځې حق دا ده چې په کور کې کېنوه، ښه مړۍ ورکوه، ښه کالی ورته که، نوره یې راڅملوه. دغه حق ده. گفتن که 5 سال از طالبان تیر شد، باید به یک نتیجه طالبان رسیده باشن که حداقل رسم و گذشت نظامی داشته باشن. یک چیزی بعد از 5 سال
نشان بدن که کل چیز خود در لنگوته نیست، در دستار نیست. اجرا کرده. طالبان هی شب و روز به رسانه‌ها ادعا میکنن که پیروزی را که به دست آوردن، فتح کدکان کابل فلان کردن فلان کردن. این توفه قدرت بود یا فتح قدرت؟ خودتان حالا بیان میکنین که ما معامله کردیم با امریکا. در آخرین موردم خودتان به زبان میاری، کسی جستجو تحقیق هم نمیکنه در موردتان. خلیل زاد صاحب برای شما چنین گفته و شما برای چنان گفتن و کابل تحویل گرفت. به همین سادگی. او یا بدایش افغانستان به تجزیه کیږي. اگر امریکا رفت افغانستان تجزیه است. شمال افغانستان جدا، جنوب جدا، شرق جدا، غرب جدا، مرکزی 5-6 ممالک جور میشوه. ببر ما با خیر افغان هستیم که یک کډای ما باشه. باز هیچ کس وای بدمعشا را وای ما کنترل کردیم. که علی دوستم چینا میگوید ما هستیم، امریکا میگفت که اتانور چینا میگوید ما هستیم، فلانی نمیگوید ما هستیم، فلانی میگوید ما هستیم. ما رفتیم بس جنگ شروع شد و تجزیه شروع شد و ما برش گفتیم که انشاءالله هیچ نمیشه. شما وطن پاک ما را اله کنید، ما اداره میکنیم انشاءالله. در رفته که گذشت طالبان حمله هوایی بالای پاکستان انجام دادن. باورتان نمیشه. شاید هم باورتان نشه. مردم پاکستان هم تعجب کردن. در پیش خانهشان خرپس یک چیزی افتاده، در سرش نوشته است میدن افغانستان. فهمیدین که از افغانستان آمد. باز یکیش میگیره میگه خب مثل بشکه زرد نیست که از افغانستان آمده. چطور؟ باز یکی دیگهش میگه من از سوات خریده شده، برده شده در اوجه کمک دستکاری شده، بعد به سوی ما پرتاب شده توفه گونه. طالبان گفتن مقر نیروهای پاکستانی را زدن، یا نمیفهم داعش را زدن، گروهایی را که خودشون یاد. زمینه در ورزیدل یارو در ورزیدل نه دا هلته بزرګونو غنیری پوسټ تیرونه او پای ګرځول ته پیش به داشای الله تعالی قدرت رو تو خدای را قدرت په منارو تو بچه تا لړا شوی یارو مدانه بعد د غراجی ولته تو یارو. اینها به هر صورتش مشکلات زیاده داره، اما من فکر میکنم باید به عصر رسانه ما و شما پابند باشیم یا متکی باشیم. اما واقعا ببینید در اما واقعا اجرای دین به طالبا کار سخت نیست. فقط برای خودشان بسیار چیزا رواست، برای مردم دیگه روا نیست. روا بودنم از احادیث و مسائلی که فکر میکنم خدا حاضر شاید از دیگه که من نمیدانم، شاید بر خودشان متفاوت باشه اجرای هر مسئله، ولی بر مردم متفاوت باشه. تو همین ویدیو را ببینین، برای خودشان چی چیزای قابل اجراست، ولی بر مردم هرگز چنین چیزای قابل اجرا نیست. پیگرد قانونی داره و امر بالمعروف به استقبالتان میگه چنین کار را بکن. تا برنامه دیگر شما را به الله میسپارم.